خب این ساعت اگر موافق هستین یه مروری داشته باشیم بر مراکز درگیر در پدیده همدلی. یعنی اون امپاتی سرکت ها رو یه دور من بیام به صورت فهرستی خدمتتون ارائه بدم و یه مقدار راجع به مشخصاتشون صحبت کنم، هرچند میدونم قبلا جسته و گریخته و پراکنده تو ساعت قبل اینا رو صحبت کردیم. خب من مراکزی رو که به نوعی با امپاتی درگیر خواهند بود رو در اون ستون رنگی این طرف وارد کردم. دونه دونه اگر موافقی نگاه کنیم. اولیش MPFC Medial Prefrontal Cortex، منطقه است در واقع بسیار حیاتی و با اهمیت در پدیده همدلی و همچنین یه سری پدیده های دیگه. کانونی برای پردازش اطلاعات اجتماعی است. یعنی خیلی از چیزهایی که به روابط بین فردی، مسئله اینترپرسونال و همچنین جایی که در مغز اصطلاحاً بهش میگن سوشال برین، مغز اجتماعی است، به میدیال پریفرونتال کورتکس برمیگرده. وقتی شما میای دیدگاه خودت رو با دیگران مقایسه میکنی، میای تمایز میذاری بین خودم و دیگران، میای میگی این مال منه، اون یه نفر دیگه است، این فکر منه، اون فکر یه نفر دیگه است، شما از میدیال پریفرونتال کورتکس استفاده میکنی. این منطقه رو به دو کانون ونترال و دورسال طبقه بندی کردن. یعنی دورسال میدیال پریفرونتال کورتکس و ونترال میدیال پریفرونتال کورتکس. منطقه ویش با مسئله تفکرات خود و احساسات خود و تمایز گذاشتن بین خود و دیگران در واقع مرتبطه. پدیده‌ای که بهش میگن متا رپرزنتیشن. یعنی من یه نوعی فکر دیگران رو در واقع به خودم، فکر خودم رو میتونم به دیگران نسبت بدم، فکر اونا رو به من نسبت بدم، تمایز قائل بشم بین فکر خودم و فکر دیگران، یا حتی بیام ببینم یه چیزی تو ذهن دیگران چیه، مثلا دیگران الان راجع به این پدیده چی فکر میکنن و پدیده متا رپرزنتیشن با منطقه وی مرتبطه. یک ویژگی دیگه هم این منطقه داره که سالهای اخیر خیلی مورد توجه قرار گرفت و شما به کرات مقالات بسیار زیادی میبینی که راجع به این ویژگی صحبت میکنه. اونم آنتونیو دامازیوس Somatic Marker for Emotional Valence. یه لحظه به این عبارت نگاه کنید. آنتونیو دامازیوس Somatic Marker for Emotional Valence. این چی هست؟ من چند لحظه آینده براتون توضیح میدم، چون این یافته هایی بود که فردی به نام دامازیو و بعداً فرد دیگه‌ای به نام بکارا یا بچارا در واقع روش تست های انجام دادن و یه مدتی بسیار در نوروساینس در واقع در بورس بود، خیلی ها بهش در واقع استناد میکردن. پس این ایموشنال والنس رو هم چند لحظه دیگه بحث میکنیم و همه اینها مرتبط با میدیال پریفرونتال کورتکس هستند. خب این منطقه میدیال پریفرونتال کورتکس ماست. قسمت دورسالش یا دیش که درباره مثلا یه مقدار قدرت‌های کنترل خیشتن، اگزیکیوتیو فانکشن، اینی که من چگونه مثلا یه کاری رو انجام بدم یا ندم، اعمال ارادی، اینی که یه عملی ارادی هست یا غیر ارادی هست، نقش داره. و قسمت ونترالش گفتیم به تمایز سلف و آدر کمک میکنه و اون پدیده متا رپرزنتیشن. اگر از یکی از دیویدی هایی که اخیراً با هم بحثش رو کردیم و راجع به اعتقادات مارک سولمز بود در مورد رویا دیدن یادتون باشه، اون نشون داده بود که در هنگام خواب رم این منطقه خاموشه. یعنی دورس و مدیال پریفرونتال کورتکس در رویا دیدن نقشی نداره و به همین دلیل یادتون هست که گفتیم شما در رویا پدیده به نام اکشن این اکشن نداری. یعنی نمیتونی خوابهای خودت رو کنترل کنی یا نمیتونی هنگام خواب دیدن از یه صحنه‌ای که تنفر داری دوری کنی یا چیزایی رو که دوست داری ببینی، حس میکنی پسیوی. پس این منطقه به نوعی اراده و تصمیم گیری ما درش دخیله و منطقه ونترومیدیال پریفرونتال کورتکس. اما اون داستانی که چند لحظه قبل گفتم، آنتونیو دامازیو سوماتیک مارکر چیه که خیلی ها نسبتش میدن با این منطقه، به خصوص منطقه ونترومیدیال پریفرونتال کورتکس. آنتونیو دامازیو اومد یک تستی ابداع کرد که اسمشو گذاشتن آیووا گامبلینگ تاسک. من خواهشم اینه که این لغت رو
لااقل چند بار پیش خودتون تکرار کنین، به ذهنتون آشنا باشه. IGT هم بهش گفته میشه، IGT Iowa Gambling Task. و تا مدتی در نوروساینس این یافته‌ای که داشت خیلی بحث انگیز بود. داستان آیوا گمبلینگ تاسک اینه: ما هم نرم افزار اصلیش رو داریم که به این صورته و هم نرم افزاری که آقای دکتر اختیاری و گروهشون زحمت کشیدن و ایرانیزش کردن، فارسیش کردن، ترجمهش کردن. هر دوی اینها موجوده و به آزمون IGT معروفه. تو این آزمون شما 1 2 3 4 دسته یا دک کارت داری. پس دسته های A و B و C و D و هر دفعه به فرد میگن که حالا تو بلوک های مختلف هست، مثلا یه بار میگن 20 تا کارت انتخاب کن، یه بار میگن تا آخرش برو 100 تا کارت انتخاب کن، بعضی مواقع میگن 50 تا کارت انتخاب کن. ورژن های مختلف هست، ولی اساس داستان این کارت ها اینه: وقتی شما یه کارتی رو انتخاب میکنی، مثلا میگی من B رو میخوام، یه اتفاق برات میفته. مثلا ممکنه یه مقداری ببری، مثلا طرف یه دونه انتخاب میکنه، مثلا A رو انتخاب کرده، در اینجا براش میاد که 1000 تومان شما بردید، شما با انتخاب این کارت 1000 تومان بردید. سری بعد طرف میاد مثلا کارت C رو انتخاب میکنه، اتفاقی که میفته اینجا مثلا میگه شما 1500 تومان بردید. سری بعد مثلا میاد کارت B رو انتخاب میکنه، میگه شما یه مقداری بردید ولی در کنارش 12500 تومان باختید. پس کارت ها رو وقتی نگاه میکنی اینجوریه که بعضی از کارت ها برد دارن، بعضی از کارت ها باخت دارن، بعضی از کارت ها مخلوط برد و باخت دارن. منتها نکته که هست اینه که این برد و باخت اینها جوریه که به راحتی لو نمیره که کدوم دست کارت بهتره. منتها در آیوا گمبلینگ تست به این صورت اشاره شده که بعضی از دست کارت ها اگر شما همش از اونا انتخاب کنی در نهایت خواهی باخت. مثلا به نفعته که از کارت های A و B انتخاب کنی، با وجود اینی که اینا برد کمی دارن ولی باخت توشون کمه. و بعد در مقابل مثلا کارت های C و D با وجود اینی که ممکنه شما یه بردای گنده توشون باشه، تو این دسته کارت ها تو لابلاش یه باختای گنده تر هست. در نتیجه اگه شما همش تمرکزتو بذاری C و D انتخاب کنی، در دراز مدت مجموع برد و باخت شما، برد خالصت ممکنه حتی منفی بشه. منتها نکته قشنگی که دامازیو متوجه شده بود اینه که یک، خیلی از افراد بعد از اینکه مثلا 10 بار، 20 بار، 25 بار از کارت‌ها انتخاب میکنن، کم کم متمایل میشن که آره من باید A و B رو انتخاب کنم. یعنی ناخودآگاه میرن طرف انتخاب A و B. دقت کنید این پدیده ناخودآگاهه، برای اینکه بعد از اینکه ازشون میپرسن به نظرت کدوم دست کارت بردش بیشتر بود، کدوم دست کارت باختش بیشتر بود، میگن نمیدونیم، نفهمیدیم، والا احساس مبهمی داشتیم. ولی یه جوری قلبشون بهشون میگه A و B بهتره. یعنی دقت کنید، بدون اینی که طرف آگاهانه و هوشیارانه متوجه بشه کدوم دسته از A, B, C, D بیشتر به شما سود میرسونند، تمایلی پیدا میکنه به سمت اونایی که بیشتر سود میرسونند. تازه بعد از چندین بار تکرار، مثلا 100 بار انتخاب، کم کم آگاه میشه که آره مثل که A و B بهتر هستن. وقتی نگاه میکنم در مجموع احساسم اینه که A و B برد بیشتری داره. پس برآیند کارت دامازیو اینه: شما بدون اینه که آگاهی داشته باشی، یه احساس درونی، یه احساس اصطلاحاً به قول خارجی‌ها گات فیلینگ. میدونم گات فیلینگ اگر تو فارسی بخوایم ترجمهش کنیم میشه احساس شکمی. اتفاقاً احساس شکمی در فرهنگ ما پدیده خوبی نیست. میگن یارو شکمی نظر میده، دیمی نظر میده. ولی در خارج وقتی میگن گات فیلینگ، گات به معنی روده ها، GUT، یعنی اینی که یه احساس درونی دارم بدون اینی که واقعاً آگاه باشم چیه. یه جوری حس میکنم اینا بهترن. متوجه شده که افراد یک گات فیلینگ پیدا میکنن بدون اینی که آگاه بشن. به همین دلیله که این اصطلاح رو شما اینجا میبینید که ما اینجا گذاشتیم. در واقع میگه که آنتونیو دامازوس سوماتیک مارکر، یعنی یه احساس سوماتیک پیدا میکنن، یه احساس در واقع درونی پیدا میکنن. بدنشون بهشون میگه، نه مغزشون. بدنشون میگه این دسته کارت ها بهترن. و حتی ازشون میپرسی که خب شما همش از A و B بیشتر انتخاب کردی،
به نظرت A و B بردش بیشتره؟ میگه نمیدونم، فقط وقتی میخواستم برم طرفش یه احساس میکردم که آره این بهتره، یه چیزی به هم میگفت، از بدنم میجوشید. و این قسمت اول یافته های دامازیو. قسمت دوم یافته هاش اینه: در آدم هایی که ونترومدیال پریفرونتال کورتکسشون آسیب دیده، یعنی VMPC، این اتفاق نمیافته، یعنی اون احساس سوماتیک شکل نمیگیره. مجموع این دوتا یافته به سمتی رفت که نظریه بکارا دامازیو در مورد سوماتیک مارکرها بود. میگفتش که منطقه ونترومدیال پریفرونتال شما این ویژگی رو داره که شما وقتی میخوای یه سری انتخاب انجام بدی، بدون اینی که آگاه باشی آیا انتخابت مفیده یا مضره، تو بدنت یه اتفاقایی میفته. مثلا تپش قلب پیدا میکنی، یه جور نفست تغییر میکنه، تغییرات الکتریکی پوست پیدا میکنی. یعنی بدنت زودتر از مغزت فهمیده که داری اشتباه میکنی یا داری درست میری. و خیلی از انسان‌ها به اون اتکا میکنن، یعنی میخوان وقتی انتخاب کنن میگم نمیدونم، من این آقا رو دیدی؟ نمیدونم، ولی حس میکنم آدم جالبی نیست. یا برعکس، نمیدونم، رفتم اونجا یه احساسی کردم به این آقا میشه اعتماد کرد. نمیدونم، دلم یه چیزی میگه اونی که دلت یه چیزی میگه، یا به قول خارجی ها شکمت یه چیزی میگه، برمیگرده به اکتیویشن ونترومدیال پریفرونتال کورتکس. و اگه شما ونترومدیال پریفرونتال کورتکست آسیب دیده باشه به دلیل تروما، تومور، خونریزی یا هر چیز دیگه، شما این احساس رو نداری و توی این آزمون خیلی بد عمل میکنی. یعنی همش میبینی کارتایی رو انتخاب میکنن که گزینه‌های بدی هستند و در واقع تا آخر بازی هم خیلی مواقع نمیتونن. پس در واقع توی این آزمون دامازیو اون که نهایتاً چقدر بردی، برد خالصت مهمه. و نشون داده بود آدم‌هایی که آسیب به ونترومدیال پریفرونتال کورتکس دارن، آدم‌هایی که آنتی سوشیال سایکوپات هستن، آدم‌هایی که سابستنس یوزر سنگین هستن، تو این آزمون بد عمل میکنن، چون داستان احساسیه، به قول اونا شکمیه و اونا این حس خوب رو ندارند. حالا بعدها انتقاداتی به این نظریه وارد شد و خیلی‌ها در مورد سوماتیک مارکر و نظریه در واقع همون احساس شکمی شبهاتی ایجاد کردند. ولی خواستم شما بدونید که سرمنشأ آیووا گامبلینگ تاسک و پدیده سوماتیک مارکر چی هست و به کجای مغز مربوطه. خب یه مسئله دیگه هم هست که بارها فکر کنم شما این رو شنیدید دیگه، تکرار مکرراته. اونم آسیبی که فینیاس گیج خورده بود که اونم ناحیه ونترومدیال پریفرونتال کورتکسش آسیب دیده بود. فینیاس گیج یک معدنکار بود که در سال 1848، دقت کنید 1848، نزدیک 160 سال پیش، داشته توی کوه در واقع دینامیت کار میذاشته که مواد منفجره کار میذاشته که کوه رو منفجر کنن، برای اینکه حالا تونل بسازن، جاده بسازن. و اتفاقی که میفته اینه که اینا وقتی ماده منفجره رو میذاشتن تو سوراخ، یه میله میگرفتن که اون رو هول بدن داخل. وقتی این داشته این رو هول میداده، حالا چه اتفاقی میفته؟ چاشنیش عمل میکنه، استحکاک ایجاد میشه، حرارت ایجاد میشه، چی میشه؟ اون ماده منفجره منفجر میشه و میزنه و این میله از اینجای فرد وارد میشه و از اینجاش خارج میشه. یعنی ببینید همچین آسیبی به فینیاس گیج وارد میشه. یک آسیب واقعا ترسناک هست. ببین از اینجا وارد شده و از اینجا خارج شده. اما با وجود اینه که 160 سال پیشه، پزشکی اینقدر عقبه و همچین آسیب سنگینی خورده، فینیاس گیج زنده میمونه و در واقع فردی میشه که یک آسیب عمده به لوب فرونتالش وارد شده. حالا چرا این حائز اهمیت در تاریخ نوروساینس و نورولوژی و روانپزشکی؟ به این دلیل که بعد از اینکه فینیاس گیج بهبود پیدا میکنه، به هوش میاد، حافظش خیلی تغییر نکرده، حرکات یدی رو میتونه انجام بده، جایی از بدنش به اون صورت فلج نیست، اون چشم دیگهش که سالم مونده بینایی خودش رو حفظ کرده. اما همه میگن شخصیتش عوض شده، یه آدم بی بند و بار شده، بی مبالات، بی مسئولیت، خیلی از کارها رو نیمه کاره ول میکنه و یک سری صفات و ویژگی های آنتی سوشال، ضد اجتماعی و سایکوپاتی پیدا میکنه. و در واقع این اولین الهام بخش نورولوژیستا، نوروساینتیستا، روانپزشکا میشه
که بخش‌هایی از مغز ما با مسئله همدلی، اخلاق، پشتکار، رعایت شؤون انسانی و همچنین این شخصیت متعارفی که ما می‌بینیم مرتبطند. و جالبه در بازسازی که یه عده به کمک تصویربرداری سه‌بعدی و همچنین اون جمجمه فینیاس گیج کردند، به این نتیجه رسیدن که آسیب عمده او در منطقه ونترومدیال پریفرونتال کورتکس بوده. پس آسیب به منطقه ونترومدیال پریفرونتال کورتکس با تغییرات اخلاقی، احساس بی‌مسئولیتی، بی‌تفاوتی به رنج و غم دیگران و یک نوع گوشه‌گیری اجتماعی و یک نوع منفعت طلبی افراطی دنبال میشه. یعنی خیلی ها میگن اینا شبیه شخصیت‌های آنتی سوشیال سایکوپات میشن. پس اینم شاهد دیگری برای اینکه ونترومدیال پریفرونتال کورتکس در پدیده‌های همدلی و پدیده‌های اجتماعی تاثیر داره. خب سرنوشت اون سوماتیک مارکر چه شد؟ بحث روش خیلی ادامه داره. یه عده آدمایی رو که ونترومدیال پریفرونتال کورتکسشون آسیب دیده بود رو می‌بردن لابراتوار و به بدنشون الکترود وصل می‌کردن که ببینن وقتی وقایع پرخطر، وقایع های ریسک اتفاق میفته آیا اینا تغییرات گالوانیک نشون میدن یا نه. خیلی از مقالات دال بر این بود که بله نشون میدن. به عبارت دیگر تصمیم گیری افراد به کمک ونترومدیال پریفرونتال کورتکس بیشتر در مورد امور مبهمه و اموری که در اون جواب قاطع وجود نداره و شما باید یک تصمیم گیری اجماعگونه کلی انجام بدی و ونترومدیال پریفرونتال کورتکس در اون نقش داره و به همین دلیل آدمایی که اینجا آسیب دیدن انتخاب‌هاشون هم پرخطره. انتخاب‌هایی رو میکنن که در دراز مدت به ضررشونه، یعنی سود و زیان خودشون رو به این خوبی تشخیص نمیدن و اصطلاحاً گفته میشه که دنبال سودهای سریع کوتاه مدت میرن. اینم بهتون بگم که در این آزمون دامازیو یک نوع ظرافتی نهفته است و اونم به این صورته که اون دسته کارت هایی که دسته های خوب هستند و در دراز مدت شما میبری اگر از اونها انتخاب کنی، معمولاً بردهای گنده ندارند. یعنی برداشون کوچیکه ولی باختاشون کمتره. در نتیجه شما در دراز مدت به قول معروف به این آب باریکه بسنده کنی برنده تری. در صورتی که اون کارت هایی که بد هستند، حالا اینا رو میتونه جابجا کنه، کارت هایی که بد هستند این ویژگی رو دارن که لابلاش بردهای گنده هست. یعنی طرف گول میخوره. وقتی یه بار یه برد گنده براش اتفاق افتاد این احساس رو داره که آره اینا خوبن، این خوب جواب میده و اون باختایی رو که لابلاش هست که مجموع اون باختا بیش از بردهاشه نمیبینه و خیلی شباهت داره به رفتار افراد آنتی سوشال که سود کوتاه مدت رو میبینن. یه سود آنی و ناگهانی تو چشمشون میاد ولی ضرر دراز مدت یه رفتار رو نمیبینن. برای همین معتقد بودن که اگر شما ونترومدیال پریفرونتال کورتکست کمکار باشه استعداد ابتلا به اعتیادت هم بیشتره. برای اینکه در معتادان هم این اتفاق میفته، اون نشگی و سرخوشی ناگهانی رو میبینند اما ضررهای دراز مدتش از دست دادن حیثیت، اعتبار، ظاهر، سلامت بدنی رو نمیبینند. پس یک قانون مهم MPFC هست. قانون دیگه اوربیتوفرونتال کورتکس یا OFC. اوربیتوفرونتال کورتکس رو هم ما در اینجا در واقع اگر دقت کرده باشین توی اسلایدمون بود و اینجاست، بله مشاهده کنید. اوربیتوفرونتال کورتکس که در واقع پایینتر از ونترومدیال قرار گرفته و خیلی ها این رو هم با قضاوت‌های اجتماعی و مسئله اخلاق مرتبط میدونند. قضاوت‌های اجتماعی، نسبت دادن برخی افعال به کارکرد ذهن، یعنی همون پدیده هایی مثل تئوری آف مایند، این که مثلا وقتی ازش میپرسن فکر کردن، خیال کردن، اینا آیا کار مغزه یا کار بدنه، اینی که شما نسبت بدی که این کار مغزه به اوربیتوفرونتال کورتکستون برمیگرده. آزمونش هم به این صورته، یه سری فعل میچینن جلو افراد، میگن بگو مثلا خوردن، آیا این توش ذهن دیگری تئوری آف مایند هست یا نه؟ میگه نه تو خوردن نیست. راجب فکر کردن چی؟ میگه آره هست. راجب باور داشتن آره هست. یعنی اون داستانی که when you think about people's minds، وقتی در مورد فکر مردم فکر میکنی یا صفات یا اعمالی رو به ذهن نسبت میدی،
اوربیتوفرونتال کورتکس نقش داره. قضاوت‌های اجتماعی هم که خدمتتون گفتم، فنیاس گیج یه قسمتی از اوربیتوفرونتال کورتکسش هم آسیب دیده بود، برای همین میگن قضاوت‌های اجتماعیش هم مختل بود، نمیتونست مفاهیمی مثل عدالت، مفاهیمی مثل حق ناحق رو درست درک کنه، در صورتی که OFC با این پدیده ها مرتبطه. منطقه بعدی فرونتال اوپرکولوم FO و اینفریور فرونتال جایروس که میگن درک قصد و نیت دیگران. تو ساعت قبل یادتونه گفتم این که نیت دیگران، اینتنشن دیگران رو بخواید درک کنید خیلی مهمه در همدلی که باهاش میکنید یا نمیکنید، و درک هیجان در چهره دیگران. و این همون اینفریور فرونتال جایروسه یا اینفریور فرونتال کورتکس و میبینی این منطقه ارتباط نزدیکی با منطقه پاریتال داره و به نوعی به نظر میاد که رزونانس این دوتا در اون پدیده همدلی تأثیر گذاره. اگر هم همچین شکلی به یه نفر نشون بدی، بگی خب مثلا بگو این چهره شادابه یا این یا اون، کدومشون ترسیدن، کدومشون عصبانیان، جایی که در مغز شما فعال میشه اینفریور فرونتال کورتکس هست. پس تشخیص هیجان در چهره، درک هیجان در چهره دیگران به اینفریور فرونتال کورتکس برمیگرده. پس یک قانون دیگر رو هم دیدیم، ما داریم فهرست جاهایی رو که هر جاش آسیب ببینه امپاتی شما کم میشه رو در واقع معرفی میکنیم. قسمت چهارم قبلا راجبش صحبت کردیم، همون کارهای خانم تانیا سینگر، anterior insula و anterior cingulate cortex که دیدیم جزئی از شبکه احساس درده و هنگامی که درد رو تو دیگران مشاهده میکنی فعال میشه. دیگه به این نمیپردازیم. جای دیگه ای که باز راجبش بحث کردیم یادتونه همون داستانی که شکر و سم بود و دختری اشتباهی شکر یا سم رو به مادرش میده، تمپورو پاریتال جانکشن یا TPJ که به نظر میاد قضاوت درباره نیات و باورهای دیگران به این قانون برمیگرده. پس تا حالا نگاه کنید که به نظر میاد که TPJ اینم محل TPJ تمپورو پاریتال جانکشن، منطقه اینفریور فرونتال در واقع ژایروس یا کورتکس شما. منطقه دیگه که باز قبلتر راجبش صحبت کردیم سوپریور تمپورال سولکوس هست که این هم باز در مورد قضاوت درباره نیت و باورهای دیگران و همچنین درک جهت نگاه یا گیز دیگران موثره. یعنی وقتی شما میخوای نگاه کنی یه نفر به کدوم ور داره نگاه میکنه، مثلا چشم من کجاست، دارم اون ور رو نگاه میکنم، این ور رو نگاه میکنم، پایین رو نگاه میکنم، به نوعی سوپریور تمپورال سولکوس شما درگیره. حالا این چرا با مسئله نیت مرتبطه؟ من فکر کنم همه شما خیلی راحت اینو متوجه میشین. آدم وقتی به جایی داره نگاه میکنه، شما یه استنتاجی میکنی که احتمالاً داره به اون چیزی که میبینه فکر میکنه. اگه سر کلاس من دارم به شما نگاه میکنم، به هر دلیلی من به نوعی با شما دارم یه ارتباطی هم برقرار میکنم، یا دارم چشقره میرم، یا سعی دارم از شما سوال کنم، یا نظر شما رو میخوام، یا دارم بهتون میگم با موبایلتون بازی نکنین، به درس گوش بدین، ولی در هر حال شما متوجه نیت من میشید. پس سوپریور تمپورال سولکوس در واقع جهت گیز دیگران رو هم داره. اتفاقا بارون کوهن اگر شما کارهای اولیش رو خونده باشین، سیمون بارون کوهن، یکی از نکاتی که متوجه شده بود این بود که مثلا اوتیستیک ها گیز رو تشخیص میدن. یعنی وقتی یه بچه اوتیستیک ازش میپرسن مثلا این الان داره به کجا نگاه میکنه، میگفت به اونجا نگاه میکنه. بعد وقتی میپرسید که خب حالا این داره به چی فکر میکنه، میگفت من نمیدونم، من از کجا بدونم. در صورتی که بچهای معمولی احتمالاً میگفتن احتمالاً داره به همونی که نگاه میکنه فکر میکنه. یعنی استنتاج میکردن وقتی به چی نگاه میکنی احتمالاً به اونم فکر میکنی، در صورتی که اوتیستیک ها نمیتونستن این کار رو انجام بدن. خب منطقه بعدی ما سوماتو سنسوری کورتکسه، در واقع درک حس های محیطی. یادتونه وقتی چکش میخورد رو دست شما این قسمت فعال میشد. و قسمت دیگه اینفریور پاریتال لوبول IPL و اینفریور پاریتال سولکوس IPS که در واقع یادتون باشه گفتیم میرور نورون ها در اونجا هستند. یعنی اگر از اولین ساعت یادتون باشه میرور نورون ها اشاره کردیم که هم در اینفریور پاریتال لوبول هستند
و هم بخششون در واقع در فرونتال اوپرکولوم و اینفریور فرونتال جایروس. اینا قسمت حرکتیشون بود، اینا قسمت حسیشون بود و اینها در همون پدیده سرایت کردن هیجان نقش دارن. وقتی یه نفر میبینی یه دفعه دردش میاد، شما هم یه احساس میکنی، یا یه زخمی که میبینی شما هم یه احساس چندش بهت دست میده. این توی اینها نقش داره. خب یه پدیده دیگه هم که میگن اینفریور پارایتال سولکول توش نقش داره، میمکریه. میمکری یعنی ادای دیگران رو در آوردن. یعنی دیدن وقتی مثلا شما فرض کنید یه نفر به این صورت نشسته، خیلی ها حواسشون نیست، ناخودآگاه اونها هم اینجوری میشن. یا وقتی یکی مثلا اینجوری شده، شما هم ناخودآگاه اینجوری میشی. اینو بررسی کردن. یعنی وقتی شما رفتاری رو تو یکی میبینی، به صورت مشابه اون کار رو بیشتر از حد تصادف انجام میدی. برای همینه مثلا وقتی دیگران یه ژست خاصی گرفتن، شما هم ناخودآگاه اون ژست رو بیشتر میگیری. به این پدیده میگن میمکری. اسم دیگه ای که روش گذاشتن بهش میگن the chameleon effect یا پدیده آفتاب پرست. میگن انسانها رو ولشون کنی توی یک جمع، کم کم اداهای هم رو تکرار میکنند، تقلید میکنند، مثل آفتاب پرست که به رنگ محیطش در میاد. شما هم وقتی میبینید دیگران دارن کف میزنن، شما هم کف میزنید. وقتی میبینید دیگران مثلا هی دارن بالا و پایین میپرن، شما هم ناخودآگاه بیشتر این کار رو میکنی. یعنی یک جور مصری حرکات موتور و ژستای دیگران. این اصطلاحی هم که میگن یکی میره تو جمع مثلا میبینه بقیه دارن غر میدن، اینم غرش میگیره، یه نوعی به این موتور میمکری برمیگرده. و موتور میمکری پس قسمتش توسط اینفریور پاریتال لوبول اتفاق میفته که اصطلاحی که روانشناسی براش داره میگه کاملون افکت. و اگه نگاه کنید، ما گفتم قبلا هم عرض کردم که بین اینفریور پاریتال لوبول و اینفریور فرونتال جایروس یه سری کانکشن هست و این دوتا منطقه میرور نورون ها رو میسازند. و یادتون هست که گفتیم میرور نورون ها در بخشی از رفتارهای امپاتیک نقش دارند. منطقه بعدی آمیگدال هست که این هم به نظر میاد در سرایت هیجان و شکلگیری هیجانات نقش داره. به قولی هسته مغز هیجانی است. در واقع ایموشنال برین. اگه از شما سوال کنن کجاست، میگن آمیگداله. آمیگدال به نوعی ایموشنال برین ما رو تشکیل میده. پس آمیگدال وظیفه هیجان رو به مقدار زیادی داره. تو بین هیجانات، تو ترس تخصصش بیشتره. یعنی به نظر میاد یادگیری ترس یا تشخیص ترس در دیگران خیلی اهمیت داره و آمیگدال در برقراری تماس چشمی هم مهمه. پس ببینید هر سه تا اینا هم به نوعی با همه دیگه. وقتی شما از یکی میترسی، تماس چشمی برقرار نمی‌کنی، سرتو میندازی پایین. وقتی از چش دیگران نگاه می‌کنی، متوجه میشی که افراد خشمگینن. پس اینه که من خشم رو تو دیگران میبینم، ترس رو تو دیگران میبینم و باهاشون تماس چشمی برقرار میکنم. چیه؟ اینا همش تا حد زیادی با آمیگدال مربوطه. پس این رو هم شما بدونید، آمیگدال هسته است هیجانی، به خصوص با تخصص روی ترس و برقراری تماس چشمی. خب یه مقدار یافته های دیگر رو هم اگر بخواید میتونیم در اینجا مرور کنیم. یکی از یافته های جالبی که من در انتها گذاشتم اینه که خب اینا همه مراکز مغزی ما هستند که با امپاتی دخیلند. ولی ساعت قبل یادتون هست که گفتیم بعضی از اینا shared neural activation دارن، مثل اون منطقه نورون‌های آینه‌ای، مثل اونایی که پدیده آفتاب پرست رو انجام میدن، مثل اونایی که میمکری انجام میدن. یعنی اتوماتیک شما میبینی در شما اتفاق میفته. بعضی هاشون تاپ داونند، یعنی از بالا به پایینند. و اگه یادت باشه مثلا temporoparietal junction، superior temporal sulcus و قسمتی از medial prefrontal cortex تاپ داون رو هم دارن. یعنی شما برای اینکه امپاتی کنی فقط دیدن اون صحنه نیست، باید از بالا یه سری قضاوت هم انجام بشه. و حتی گاهی اوقات با وجود اینی که شما shared neural activity نداری یا shared neural activity شما متناقضه، مثل اون آدمایی که گفتیم چی؟ congenital insensitivity to pain دارن، بازم شما احساس همدلی رو خواهید داشت. من این اسلاید رو در واقع به عنوان اسلاید آخر این مبحث
نوروآناتومیک خدمتتون گذاشتم. وقتی اومدن دیدن که در واقع چقدر ما فعالسازی آنتریور اینسولا داریم هنگام مشاهده درد. آنتریور اینسولا یادتونه تانیا سینگر نشون داده بود وقتی چکش میکنه رو دستون اونجا فعال میشه. اینی که اون آدم به گروه اجتماعی ما تعلق داشته باشه یا نداشته باشه زمین تا آسمون تفاوت ایجاد میکنه. وقتی طرف در واقع این گروپ ماست، یعنی به گروه اجتماعی ما تعلق داره، شما مشاهده میکنید که آنتریور اینسولا خیلی فعال میشه هنگام مشاهده درد. ولی اگر طرف به گروه اجتماعی ما تعلق نداشته باشه، مثلا شما حس کنید از مذهب ما نیست، هم کلاسی ما نیست، هم رشته ما نیست، هم وطن ما نیست، یه دفعه تحریک و فعال شدن در واقع آنتریور اینسولا تفاوت خیلی معنیداری میکنه. و همین مسئله در واقع در مورد سایر کانونهای مغزی هم وجود داره. و جالبه که حتی نه تنها ممکنه که آنتریور اینسولا که کانونی است برای تجربه امپاتی در اوت گروپ، یعنی کسی که به گروه ما تعلق نداره فعال نمیشه، بلکه برعکس ممکنه هسته آکومبنس فعال بشه هنگام مشاهده درد دیگران. یعنی جالبه، حالا داریم نظریه امپاتی رو اینجا جمع‌بندی میکنیم. تو نظریه امپاتی این همه کانون مغزی دیدید، ببینید، ولی این نیست که هیچ کدوم از اینها اتوماتیک امپاتی رو برای شما بتونن تفسیر کنن. یک آمیزه پیچیده از باتم آپ و تاپ داون هست. و جالبه تاپ داون اینقدر پررنگه که اگر یک کسی جز گروه ما نباشه، شما نه تنها ممکنه همدلی باش نکنی، بلکه هنگام آسیب به او ممکنه هسته آکومبنس شما فعال بشه. و از مبحث سوء مصرف مواد یادتون هست هسته آکومبنس اصلا هسته پلژر مغزه، هسته لذت مغزه. یعنی وقتی چکش میخوره رو دستش، نه تنها شما آنتریور اینسولات فعال نمیشه و احساس آخ نمیکنی، احساس لذت میکنی. خوب شد، دیدی چشش کور، اون که از ما نبود. به عبارت دیگر تاپ داون پروسسینگ به نظر میاد کارتش بر باتم آپ پروسسینگ در فرایند امپاتی خیلی موثرتره. و ما برای اینکه با این نفر امپاتی کنیم، قسمت اولیه و پریمیتیو و اولیهش همون ایموشنال کانتیجن، سرایت عاطفی، پدیده کاملئون، میمکری، اون شیرد نورال اکتیویشنه. ولی اون نیست که نهایتا امپاتی ما رو توضیح میده. امپاتی ما زمانیه که حس میکنیم یک طرف حقش بود باهاش امپاتی کنیم. چرا؟ چون سوپریور تمپورال سورکوس، تمپوروپاریتال جانکشن میگن تفلکی گناه داشت. قسمت ونترومدیال پریفرونتال کورتکس میگه از خودمونه، این یکی از ماهاست، هموطن ماست و تقصیرم نداشت. اون موقع است که آنتریور اینسولای شما اکتیو میشه، نه اینکه اتوماتیک با دیدن رنج دیگران. حالا فکر کنم کم کم شما دارید این ایده رو میبینید که امروزه وقتی میگن یکی با یکی دیگه امپاتی نمیکنه، به این دلیل نیست که نورون آینه‌ای نداره، به این دلیل نیست که ایموشنال کانتیجن نداره، بیشتر به این دلیله که اون آدم رو لایق امپاتی نمیبینه. یعنی چی؟ یعنی استیگماتایزش کرده، بهش انگ زده، داره اینجوری فکر میکنه چشمش کور، یا اون که از ما نیست، اون که مثل ما رنج رو حس نمیکنه، اون که مثل ما توانایی نداره. یه دوره جالبه، سفید پوستا وقتی نژاد پرستی خیلی قوی بود، از دیدن رنج دیگران به خصوص سیاه پوستا نه تنها احساس امپاتی نمی‌کردن، بلکه احساس لذت می‌کردن. شما فراموش نکنید یه دوره بشر از دوره روم باستان میرفتن نگاه میکردن، اقوام دیگه گلادیاتورها سر همو میبریدن، آنتریور نیوکلئوس آکومبنسشون فعال میشد، کف میزدن، هورا میکشیدن از اینی که دل روده یارو ریخته بیرون، سرش کنده شده، دستش کنده شده. و اصلا اون احساسی که تانیا سینگر آنتریور اینسولا آنتریور سینگولیت کورتکس میگه فعال نمیشد. چرا؟ چون حس میکردن این که برده است، این که نژاد ما نیست، این جزء انسانهای برتر نیست، این جزء نژادهای پسته. در دوره آلمان نازی هم وقتی نژادهای پست و تیربارون میکردن، اون افسران عالی رتبه احساس شادی و شعف میکردن. و همون افسرا وقتی بچهشون تب میکرد خیلی احساس بدی داشتن، شب نمیتونستن بخوابن. پس داستان این نیست که اونا قدرت امپاتی نداشتن یا مدارهای امپاتیشون خرابه.
به این دلیل که دیگران را worth امپاتی نمیدونستند، لایق امپاتی نمیدونستند. و میبینید نظام تاپ داون چقدر کارتش قویه که وقتی شما در گروه افراد نیستید، به مذهب شما تعلق ندارند، هم اعتقاد شما نیستن، شما هیچ احساس امپاتی ممکنه با رنجش نکنی. ببین چقدر کم در مقایسه با چقدر زیاد، و برعکس احساس لذت کنی. این پدیده این رو میگه که ما باید هوشیار باشیم. اینی که اتوماتیک بیایم بگیم آنتی سوشال ها اینا قدرت امپاتی ندارن، به همین دلیل جرم مرتکب میشن، شاید یه تفسیر دیگه داشته باشه. تا الان ما اینو دیدیم خیلی هاشون قدرت امپاتی دارند، ولی با آدم هایی که حس میکنن هم صنف خودشونن. پس اگه شما یه بچه پولدار مرفهی که پول باد آورده داری، از رنج شما ممکنه احساس بدی نکنه. یا یه آدمی که حس میکنه مثلا این جزء پلیسه، ما پلیس رو زدیم برای اینکه این دشمن ما بود، اصلا هم احساس بدی نکردیم، ولی یه بچه محلمون رو وقتی داشتن میزدن خیلی احساس امپاتی کردیم. هوشیار باشید و با این نظریات ساده انگارانه که آره نورون آینه‌ای داریم، وقتی نورون آینه‌ای خراب شما امپاتی نمی‌کنی آنتی سوشال میشی، داستان فرق داره. پس امپاتی پیچیده تر از اونیه که ما در نگاه اول داریم. خب یه استراحت کوتاه بکنیم، ساعت بعد راجع به اندازه‌گیری امپاتی هم یه مختصری صحبت کنیم و لابلای این یه مقداری من عرض کنم که خدمتون که چگونه میتوان امپاتی رو افزایش داد با توجه به این چیزهایی که تاکنون یاد گرفتیم.